عزیز امروز اومدیم با پارت سوم. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه. امروز هم پارت سوم هستیم دیگه، اشتباه نکنم. بله امروز پارت سوم هستیم. خب شاید این پارت بریم سراغ دایمند. مشاهده میکنین که اسکینم رو به پشت ما کرده. آره خب من این ویدیوم خب اینو درست کنم. بیار اول فاز گوزی یه هایی ظاهر می شود. گوزی جن زده. بله خب آقا خداحافظ. بچه ها داشتم حرف میزدم. بگو. فری همه زغالا رو برداشت و همشو ترد ساخت. بدارم بذار زمین. وایسا بدار بذار. کجا بذارم؟ بده من بده. بیا ای شما پست من بیا بده. بذار زمین هستن. بذار خودم بیا. برمیدارم. بیا کنار بیا من دا بیا. بخوابیم فردا بریم دوباره دایمند. و یکم برسم زیباتر شد و خوابیدی باش. بعد یه طرف دارم بساز بریم برای استیمانی. تراکتور میخوایم چیکار؟ ترکتور ممنون. رفتی تو چست؟ منطقیه. منطقای ماینکرافت مثل همیشه. بله ترکتور چی میخواد؟ هیچی. تراکتور نساز. برای چه تراکتور میسازی؟ من میسازم من میخوام نساز. میخوام باشه نساز. باشه من این توی بدروک اون روش جواب نمیده. نوچه نیستن گوش بسازی به خدا. باشه دارم چیز برمیدارم بخولم. بیا برای تو هم برداشت خودم دارم. بریم خیلی خوب. باشه سیم قسم ندارم. کوفت بردار. یا محمد چی شد جن دیدی؟ آره استیو پادراز. آره خوب. نه اما افتادم تو کار خارش کن. چی؟ اما افتادم تو کار. دفعه بعدی فوش بده خودم با دست خودم کیفش میکنم از بازی. کیف؟ کیک. آها نوتله است بدی دارم. چرا؟ خیلی بی‌جرمه. از دفعه بعدی کلیپ پاستر ماینکرافت دیگه به نشون نمیده. نه اونو نیستم. بچه ها یه قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم یکم کلیپ پاستر نگاه کردیم. استیو پادراز. بله بعد اینم همش گیر داده به اون. بابا به خاطر این حسی بد دارم یهو زیرم خالی بشه بیفتم تو چیز کار. برام مهم نیست. اوکی لا بریم. منفی 58 تا بگردم. منفی 53. 53 چون که اون موقع آقا رو هم داریم و احتمال پیدا کردن بین 53 و 58 میگردم. 53 رو بگردم. باشه برم با یه گوش کن فقط 53. برم پیش عکس بردارم. مثلا خیلی منطقی این ستون واقعا منطقی. بچه ما یه پیکیک رو ساختیم. آره و انشالله عکسش هم براتون میذاریم. آره تو کانال روبیکا. آره. این لینکش هم پای میذاریم بله. تو دیسکریپشن و توضیحات ویدیو. بله. درسته؟ وای. اینکاش واسه رو باشه برمی داشتیم. میگی؟ آقا یه زنده مردی. خب آیرون داریم؟ آیرون آره. یه دونه داریم. فرنیسو نگاه کن. 22 تا نوتلم. باز چیزا آتش کن نسازی ها. نه چیزا را تشکل نمیسازم. چی میسازی؟ پیککس. بقیهش هم میزنم تو چست. باید هم میذاری دایمون پیدا. شد
از اسکله تو متنفرم. واقعا منطقی تره این کار. زادی تو اومدی اینجا. آره. من هیچ وقت به اینونتوری یا کافه بالکن نگاه نکن. من واقعا آقای گنده. خیلی کن. بذار منم بیام. بذار منم بیام. بیا. باشه الان میام. واقعا بگو کجا رفتی. من میگم داری تو هم میدونم. به من نگفت دارم میرم اونجا. گفتی منم استریم ماینینگ کردم. درست مهم نیست. بچن ببخشید. خب اومدم. اسلایم بکشش. نه بابا بکشش. اسلایم به درد میخوره برای فارما. چه فارمی؟ من فارم میسازم دیگه تو خفه شو. فقط نداد. ها؟ نداد. من نداره. تو فقط جمع کن. چرا اسم وای ویچ. دارم میام. ویچ ها متنفرم. بیا دیگه زود باش. دارم میام. فکردم دایمندو. آره یه چیزی هست این جلبک آدم از دور میبینه احساس نه دایم. مس دیدم فکردم دایمندو. نه میدونم مس بود. نمیدونم ولی فکر وای. آدم از دور احساس میکنه دایمنده. دایمند؟ نه یه چیزی که احتمالا توش دایمند داره. چست پیدا کردی حتما. نه یه قاب. آقا که تو کارم کنم. شیپ چی؟ ها دارم میام به قولمت. هی یه بعد میام به تهران. دارم میرم به تهران. دارم میرم به تهران. دارم میرم به تهران. خب آمدی؟ یا الله. اوه زیادی لگی. خدایا دعا کنیم بچه دعا کنیم. شلام. بگیرم خدایا. من شلام. ای زامبی. زامبی کنیم. چیکار؟ نه تو رو خدا. بخوره. بابا جونم کمه. چه پوست داری؟ آره خیلی. یه پس استک. کجایی؟ بابا بذار بیام. بابا لعنت بخیر. ماینکرافت همه چیزها رو داره. یه بار معمارت میکنه، یه بار غارنوردیت میکنه، یه بار کوهنورد، یه بار بیا. بابا زهره ما دیگه. وای نزن. قرار من همش بترسونی. چی زد؟ بیا دهنش آسفالت. منفی 8 اینجا از دایمند خبر. اینا رو بذاریم. چی؟ منفی چندی؟ 9. منفی 9. اینجا از دایمند خبر نیست. شاید هم باشه. نه صدا بعدی بود. کاش شیل برمیداشتیم. بیا اینجا. ببین خفه شو فرهان. چه زدم با دفعه اشتیا. بعدی واقعا کیکت میکنم. اونو بزن. ها؟ اگه یه بار دیگه همین حرف رو بزنی اونو بکشیم من میزنم. کیرم برداشتم. بده من. بیا کو بیا. دیوونه‌ای اسکلت من. سوپ داری؟ آی سوپ داری؟ سوپ. آره. سوپ داری بده من. وای بده من. اونو بزن اول.
یه دونه پیککس درست دو تا. آره میدونم. بزنه. آی من زدی. بابا بیا اینم چوب دارم 4 تا دارم فقط 4 تا. خوبه بود بریم. میخواستم شیلد بسازم. دوستان عزیز اینم از این ویدیو بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یاد نره تا ویدیو بعد. فعلا خدافظ.